سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 3 مارس است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. حسین عبدالصمدов، رهبری گروه حمله‌وران به سیاحان خارجی در دنغره، در زندان در شهر دوشنبه فوتید. نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا خواهد رفت. بانک جهانی میگوید نرخ کنونی برق خراجات برق تاجیک را روی پوش نمی کند. تغییر مسیر حرکت تنگم های مسافرکشان در شهر کولاب اعتراض رانندگان را به بار آورد. لوبوی شامیاری پیش بازار اومد اشتاشتم میگه من اکای تامیرم اپای تامیرم جنگ هم میگه چی بای تامیره. برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. حسین عبدالصمدов، رهبری گروه حمله‌وران به سیاحان خارجی در دنغره، در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه فوتید. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. در اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سبب مرگ عبدالصمدov را مقامات دادستانی کل معین میکنند. عبدالصمدov سال 2018 از جمله به تروریسم عیبدار شده به حبس ابد محکوم شده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم سرویناز روح‌الله. پیوندان حسین عبدالصمدov صبح 3 مارس به رادیوی آزادی گفتند که جسد او را دیروز مقامات به آنها سپاریدند و جنازه او امروز پیش از نماز پیشین به خاک سپاریده شد. حسین عبدالصمدov در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدov ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروهی می‌دانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حمله‌ور تنها عبدالصمدov زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله تروریستی 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا و نیدرلند و شویتساریا کشته شده، 2 شهروند دیگر شویتساریا آسیب دیدند. گروهی دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه‌های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالصمدov و همراهانش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله به سیاحان را این گروهی تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیک به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید. اما حزب نهضت اسلامی دست داشتنی خود در این حمله را قاطعانه رد کرد و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامید. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدov را به حبس ابد محکوم کرد. او از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افراطگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه‌های دیگر دولت متهم شد. منصور جان عمرов، سردار اداره زندان‌های تاجیکستان، از حسین عبدالصمدov به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروهی حمله‌وران به سیاحان را رهبری می‌کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرده است. همچنین سال گذشته عبدالصمدov در یک صحبت با خبرنگار نیویورک تایمز گفته بود که هیچگاه از این رفتارش پشیمان نیست. هرچند والدان حسین عبدالصمدov درباره مرگ او با تفصیل صحبت نکردند، ولی منصور جان عمرov گفت که این سبب‌ها مشخص می شود و بعداً در این باره صحبت خواهند کرد. بانک جهانی با تصدیق برنامه کمک 134 میلیون دلاری برای استواری شرکت برق تاجیک گفته است نرخ برق در تاجیکستان باید بالا برده شود وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است تدریجاً نرخ نیروی برق افزایش یابد. همکارم میرزانبی خالقزاد با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ما قرار دارند. میرزانبی سلام، نخست بگوید که سبب اصلی تا سال 2025 پیاپی بالا رفتن نرخ برق در چی است؟ بله، سبب اصلی به آن گره میخورد که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ برق را بالا برد و ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجاً نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و از سال 2022 تا 2025 باشد 8%. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی بیش از 22 درم است. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 35 درم
ارزش خواهد داشت. اما کارشناس تاجیک میرزا شریف اسلامی‌دینوف متخصص ساحه انرژی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت‌های بزرگ را داشت میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق درست نیست. و فکر ما متخصص‌ها حاضر نرخ همین سطحی نرخی که پارسال معین کردگی بودن همین یک دو سه سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادیات پیشرفتنش چی کردنش نگاه داشتن در کار. میرزا نبی آیا معلوم است که در صورت بالا رفتن نرخ برق روی زندگی مردم خصوصا قشر نادار چی تاثیر میگذارد؟ آیا تشبثکاران چنین پیشنهاد در این باره هم اندیشه کرده‌اند؟ ببینید بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران شدن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58,000 نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده‌های نادار کمک مالیوی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود. یعنی گران کردن نرخ راه حل است میرزا نبی؟ ببینید کارشناسان نظر دیگر دارند. آنها میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پای آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلاسنیچنکو یک کارمند بخش انرژی که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است میگوید مشکل ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست میآید. هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است، دزدی هم کم نیست. تشکر میرزا نبی برای صحبت. تشکر. امروز میدان الاتاوی شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان آرام است، اما دیروز مکان برخوردی هواداران سیاستمدار زندانی صدر جعپروف با کارمندان پلیس بود. گردی همایی اعتراضگران با چه انجامید در گزارش همکارم خرامان بقازاده میبینیم. روز 2 مارت در شهر بیشکک پلیس قرقیزستان با استفاده از گاز اشک‌آور و آب اعتراضگران را پراکنده کرد. اعتراضگران در میدان الاتو طلب داشتند که سیاستمدار محبوس صدر جعپروف از زندان رها شود. جعپروف سال 2017 با جرم گروگانگیری به مدت 11.5 سال از آزادی محروم شد، ولی خود او عیبنامه را دارای انگیزه‌های سیاسی مینامد. سال گذشته جعپروف از پرزیدنت قرقیزستان خواست که او را عفو کند، ولی تا حال پاسخی نگرفته است. همچنان اعتراضگران استعفای حکومت و ضرورت تغییر و علاوه به کنستیتوسی قرقیزستان را در میان گذاشتند. خبرنگاری رادیوی آزادی میگوید پلیس در مقابل صدها اعتراضگر از گاز اشک‌آور استفاده کرد. اعتراضگران در جواب به سوی پلیس و نیروهای امنیتی سنگ هوا داده و ماشین و اداره‌های گرد و اطراف آسیب رسانیدند. وزارت امور داخلی میگوید که بیش از 30 نفر بازداشت شده است. با گفته این نهاد اعتراضگران باید تا ساعت 5 این گردی همایی را به پایان میرسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان بودند. Hazır alar ulam toplaşıp بعد چند روز اوج خشونت بر پایه اختلاف‌های دینی در پایتخت هند شهر دهلی نو، صاحبکاران محلی خساراتشان را حساب می‌کنند. برخورد پیروان دین اسلام و دین هندی باعث تخریب ده‌ها فروشگاه و به یغما رفتن مال آنها شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر. پس از چند روز بی‌نظمی‌ها در پایتخت هند شهر دهلی، مالکان تجارت خرد و میانه بار اول جرأت کردند به کوچه برآیند و زیان رسیده را حساب کنند. پس از برخوردهای بی‌سابقه در 10 ساله اخیر میان مسلمانان و هندوان، شهر به مکان محاربه‌های خونین مانند شد. آفتابخان دوچرخه فروخت کنون تجارتش نابود شده است. آنها همه چیز را از مغازه بیرون کشیدند، آتش زدند و چندی را هم دزدیدند. با وجود آنکه روز یکشنبه در کوچه ها نیروهای پلیس بیشتر حضور پیدا کردند، اما ساکنان همان خوف دارند از خانه هایشان بیرون شوند.
мо 3 рӯз хоб набудем. Мо мижа таҳна карда кӯдаконро позбонӣ кардем. ман намефаҳмам ки чӣ гуна ин иттифоқ рух дод. кӯдакон бетоқат шуданд, мехоҳанд аз хона бароянд, аммо чӣ гуна? мо маҷбурем дар дохили хонаҳо бимонем. беназмиҳо ҳафтаи қабл шурӯъ шуд ва то панҷшанбе идома кард. гурӯҳи ҳиндувони мӯътариз мактаби маҳаллӣ, шифохона ва чанд масҷидро оташ заданд. эътирозгарон ба сӯи якдигар санг ҳаво медоданд, мошинҳоро оташ заданд. ба гуфтаи мақомоти интизомӣ дар муноқишаҳо 33 нафар ҷон бохтанд. ҳудуди 200 тани дигар дар шифохонаҳо бо осебҳои гуногун бистарианд. чунин вокуниши пуршӯро дар ҷомеа тағйирот ба қонуни муҳоҷират ба бор овард. бинобар тағйироти ахир ба паноҳандаҳое ки аз пайравони динҳои асосӣ дар ҷанубу шарқи осиё ҳастанд шаҳрвандии ҳинд дода мешавад ба ҷуз аз мусулмонҳо. мусулмонони бумӣ изҳор медоранд ки тағйироти нав асли дунявияти давлат ва худи конститутсияро вайрон кардааст, чун одамонро бинобар мансубияти динӣ ҷудо мекунад. صبح امروز ساکنان در کولاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، به کمبودی نقلیات مسافربر دچار آمدند، چون رانندگان نقلیات از یک تصمیم حکومت شهر ناراحت شده برای بیان اعتراض در یکی از ایستگاه‌ها جمع آمدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانم محمود جان رحمتزاده و شادمانی یتیم. ده ها راننده در شهر کولاب به نشان اعتراض دست به کارپرتایی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی اند. اگه برای راهمون محکم کردن لینسرا پیش بزرگ میگم ممکن است بگذای زهاد میره وابشی آدم نیست که خیلی میره خالی این مردم همه 80 میل میوند خالی میره پروتکل کسان آدم را. مقامات شهر امر داده است که مسافرکشان خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها میگویند در راه نو آدم کم است و ضرر میبینند. ما 30 لیتر زاپراوکا کان سای سومانا دارن مینوس رفته استیم چیکار کنیم این شایبان کارزوی مردم هم انولده سیر چیکارشون نکنن که نرخ راهگیرها در این خط سیرها 1 سامانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار میگذرند ناظران جریمه میکنند. روز 3 مارس همگی 3 مسافرکش در این خط سیری نو حرکت میکردند. لوبوی شمیاری پیش بازار اومد داشتم میگوی ما اکای تامیرم اپای تامیرم جنگ میگه چی بای تامیره میگوی گای ما را جریمه میکنم مفرد شما کدا در تام شپا همه گپ میگه اونم مول کی 1 سومون همین جا میگیریمش 10 کیلومتر 1 سومون 10 کیلومتر میبره. صبح 3 مارس کوچه های شهر کولاب کماشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند. ما طرف بالنسه بولو اوز ما 1 سوم خط باید میرفتم اوز ما قریب 20 سوم خط رفتن نتونستم. چی با رفتن؟ تاکسی قیمت میگیرن تاکسی قیمت میگیرن تمام قیمت میگیرن تو 15 20 سوم میگه یک کنساج با مجبورم با 20 سوم گای سوتم بیام با ایجاره یا سوات همجا ماشین زدورم کسالی قتی اومدگی مخی خیلی شهر دوره تکنیکو را بستین راشه ما آدم ها اینوالی پنسیونر باید جانم چی با ماشین است داشتر؟ چی با داشتر ماشین است های؟ ما پنسی که جو ما اینوالی تودم در اینجا دو اشتباه کداگی ما این چی با خودش داشتر رازی مای؟ ایا موزا پیوده آدم های کور بخدم با همینجا نمیم. مسئولان بازرسی اتومبیلی شهر حاضر نشدند وضع را شرح دهند. مقامات کولاب میگویند که برای پیشگیری از تنبشوی ماشین ها حرکت از پیش بازار را منع کردند. آنها میگویند جمع شدن مسافرکش های خرد چینی یا خود تنگیم ها در نزد بازار سبب بی سر و سامانی در حرکت می شود. برای با تنظیم درو آوردن این فرمان ملیسا یا که فرمان حکومت شهر چه؟ برای با تنظیم درو آوردن قرار رئیس جاره. راننده ها میگویند تا حل مسئله به کار بر نمیگردند. ساکنان هم در راه انتظار مسافربر خالی ماندند و نمیدانند که کی و چگونه به خانه برسند. بینندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح شما را با خبرهای تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار.